سلام علیکم هموطنان، پدران، مادران، برادران، خواهران. وطن ما نه قدر بزرگ است و در حالتی که رسانه‌های اخباری خوب فعال نیستند و روزنامه‌نگاران که زیر فشار و کنترل رژیم امروزه قرار دارند، لیکن کوچکترین خبر در کوتاه‌ترین فرصت پهن می‌شود در همه مناطق وطنمان. فقط هستند یک تعداد نفرانی که چشم‌های خودشان کور و گوش‌های خودشان کار می‌گیرند و به طرفی را انتخاب می‌کنند. خلاص مطمئنم که کلی مردم وطنمان امروز آگاه هستند از کی بودن ما و هدف‌های ما. اینم بارزگی الله و سعی و کوشش برادران مبارزه است. ما مبارزان آزادی‌خواه برای آزادی دینمان، آزادی وطنمان، آزادی ملت و مردم وطنمان تاجیکستان و هدف ما سرنگون کردن دیکتاتور امامعلی رحمانوف است و انشالله ما امروز هم بازم آشکارا مردم دعوت میکنیم و عملهای خودمون ادامه میتیم تا که به هدفمون برسیم. چرا که گفتیم هدف ما معین و مشخص است و انشالله ما سرنگون خواهیم کرد این رژیم را. اگر رحمانوف فکر کنه که در قتل حاجی عمر غلبه کرد، البته این خطا است، این اشتباه بزرگ کرد، چون که حاجی عمر خدا رحمت کنه کسی هرچند که سخنای سخت میزد لیکن دلی نرم داشت. گرچند که اگر بعد سرنگون کردن این رژیم اگر که شاید که رحمانوف هم که نمیبخشید، ممکن که به یگام فرزنداش یا که به یگام خویش اقرباش یک رحمی میکرد، لیکن با این عملی که